چنگیز خان در ادامه فتوحات بزرگش در آسیای مرکزی و سپس شرقی با ایران خوارزمشاهی هم مرز شد و دو حکومت بزرگ به یکدیگر رسیدند. به نظر می رسد که او در ابتدا قصد درگیر شدن با ایرانیان را نداشت. به همین دلیل حدود 450 بازرگان را به ایران فرستاد تا مراوداتی صورت گیرد. اما در شهر فاراب، اترار، قایرخان حاکم وقت آن شهر به دلایلی مانند ترس از جاسوسی یا طمع به مال مانع عبور آنها شد و نهایتاً تمامی آنها را به قتل رساند. این اتفاق با خبر و اجازه سلطان محمد رخ داد، زیرا قایرخان از خویشاوندان مادر سلطان محمد بود و در واقع دارای بیشترین نفوذ در قلمرو خوارزمشاهی بود. پس از این حادثه سفیری از سوی چنگیز به فاراب فرستاده شد تا طلب غرامت با بهبود روابط از سلطان کند، اما آن سفیر نیز به سرنوشت بازرگانان دچار شد و کشته شد. در نتیجه چنگیز خان چاره را جز هجوم به ایران ندید. بدین ترتیب با پرتاب نخستین تیرهای جنگ مغولان به فاراب یا اترار حمله ور شدند و آن را محاصره کردند. پس از 5 ماه مقاومت مردم آن شهر به علت نرسیدن پشتیبانی لازم و کمبود آذوقه و امکانات، موفق به فتح اولین شهر ایران شدند.